به خاطر از فصل زمستان به مشکلی برآوردن چاروا خواجگی‌های ذات‌پروری ناحیه شهرنو از حاضر آمادگی می‌گیرند. طبق دورنما همسالات در خواجگی‌های ذات‌پروری با در نظر داشت چاروای اهالی باید 8000 تن خوراک‌های گوناگون چاروا از قبیل یونچقه، کاه، لبلبو، علف‌های سیلاسباب ذخیره کرده شود. از ریاست کشاورزی ناحیه شهرنو اطلاع می‌دهند تا امروز برای گذراندن زمستان سال‌های 2018-2019 تربیده و خصبیده ذخیره کرده شده. هنوز در خواجگی‌های خرد میانه ناحیه جمع‌آوری خوراک چاروا ادامه دارد. تو همین وقت 1200 تن سینه زیاده از 500 تن خصبیده ذخیره کردیم که با ذخیره خوراک چاروا ادامه دارد. حاضر ما به نقشه گرفتیم که تل تپه‌های درو کرده همش علف‌های طبیعی ذخیره کرده تا پایه کارتوشکا، پایه لوبیاگی‌ها، زهکش‌های قمیشی دیگه چون درایده ذخیره کردن به نقشه گرفتیم. مسئولان کوپراتیوی تجارتی نوروز که اساساً به پرورش چاروای ذات سیاه علام مشغول میباشند در سمت چارواداری تجربه کافی دارند. اهل زحمت خواجگی همساله از نتیجه مهنت حلالشان درآمدی خوب به دست میارند. عین حال در این خواجگی پیشقدم نیست ذخیره خوراک چاروا با مرام جریان دارد. بهار بر وقت ما از پی آن شدیم که ذخیره را از 1-2 ساله جمع آوری کردیم که با آینده زمستان تنقیسی نکشیم. گفته از همین لحاظ تا حاضر ما زیاده از 5000 تا پریس زدیم. خیلی که دیده استودید همه تکنیکی من علب دروکا همش در خط تیار. البته ما با باوری گفته میتونیم که ذخیره چاروا رو با دورنامه‌ها اجرا نموده با میتوانیم که در آینده به دیگرها هم یاردم خمانه رسانیم. متخصصان ساحه بیطاری میگویند که برای خودزادگردانی و نگهداشت سالمی چاروا تامین سری وقتی غذا پیش از همه نقش مهم میبازد. تا امروز ذخیره خوراک چاروا در خواجگی‌های ناحیه شهرنو در قیاس به احتیاجات سرشمار چاروا 50% اجرا گردید. خواجگیداران مقصد دارند با استفاده از امکانات‌های فراوان این نشانداد را 2 برابر زیادتر جمع‌آوری نمایند. زیرا آنها امسال در میدان نزدیکی 400 هکتار پرورش یونچقه، مکاسیلاس، لبلبو و دیگر علف‌های سیلاسباب را به راه مانده جمع‌آوری نمایند. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزایف از ناحیه شهرنو برای برنامه اطلاعاتی نوید.